دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. دوستان عزیز، امروز براتون آموزش میدم که چگونه دکمه سابسکرایب تا ویدیوی خود اضافه کنید. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید، کلید زنگوله را فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. دوستان عزیز، در این قسمت میایید وارد برنامه انشاد میشید و وارد برنامه انشاد که شد قسمت ویدیو را کلیک میکنید و جدید کلیک میکنید و در اینجا از قسمت ویدیو که کلیک کردین فیلم دلخواهتان بالایش میزنید و تیکی آبی که تیلو هست میره میزنید. خب در وارد برنامه انشاد شد و در قسمت VIP میایید و بالای 3 نقطه میزنید که وارد گالری خود شوید. ما در اینجا ببخشید، در اینجا لایک و سابسکرایب اینا را دانلود کردیم و شما میتونید از برنامه خود انشاد یا از ویدمت و گوگل هم اینا را دانلود کنید. مثلا ما میخوایم که اینمی دکمه زنگوله در ویدیوی ما بیایه، حالی را چه قسم پرده سبزشه میزنیم. اینجا بالای بریش کلیک کنید و کروما را بزنید و همین قسمت دایره را کمی به بالا بکشید و استحکام میشم تا بالای 70 درجه یا 60 درجه باشه. خوب است و این سایش کار نمیتون چون که ویدیوتان خراب میکنه. بالای تیک میزنید، بالای تیک میزنید. با سالی بریم ببینیم. خب ما میخوایم میره انتقال بدم. از اینجا بالای از کلیک میکنید و همین فشار داده این را به طرف راست میکشید. حالی میبینیم این چه زندگی هر شب داریم فکر میکنی فردا چه خاکی تو سرم بده. میشه به اون تو آخر خط دیوونه ازت نمیشه دلم سی از چی لازم من تو داری فقط چشمای تو بازش کن تو دلم دی آخه میشه واسه خندهای تو با همه شهر با همه چی جنگی تو همه. خب دوستان عزیز، جمع بود از آموزش ما. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید و کامنت های مثبت بگذارید. تشکر از تماشایتان.